ما از قبل ردیابی کردیم از دور، خیلی دورتر، 150 متر بالاتر ردیابی کردیم. به یه نقطه بهمون واکنش داد، اومدیم از 4 طرف دور کردیم کارو و دیدیم هنوز داره به همون نقطه‌ای که از اول، یعنی همون مسیری که از اول بهمون واکنش میداد واکنش داریم. حالا ما به خاطر اینکه بفهمیم که اینجا هدف داریم یا نداریم 90 درجه مزد چرخیدیم. راستگردا همیشه گفتیم سخت‌تره، ولی تو راستگردم داره بهمون یه پاندور این پایین داره به ما میده، میاد رو مسیر وای میسه پاندور میده. حالا همین جایی که وایساده بودم اول این ور بودم گرفت به چپ کرد، حالا راستگرد کردم به راست اومد. ببین ما از همینجا حرکت میکنیم، به چپ میره، به چپ میره، به راست میره. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نزدیک به دیواره ایم. حالا این دیواره رو ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ الان من اگه همینجا بیستم، دست نزدیک به سمت هدفمو برگردونم، آنتن کاملا واکنش معکوس میده. یعنی دقیقاً انگار شما مقابل هدف کامل راستگرد داریم. من الان واقعا دارم یه چیزی رو ردیابی میکنم ولی در حین ردیابی دارم آموزشم به شما میدم. باز میایم به راست‌تر، میایم بالا، به راست میده، داخل نمیذاره. موضوع باشیم این اتفاقا تو صحنه اصلی پیش میاد. ببین به راست این بالاتر به راست میاد، باز میایم بالاتر به راست میاد، میایم بالاتر به راست. فقط موقعی که داری این کار انجام میدی دست آنتنت مثل این کامل نباید پایین بیاد، یه زاویه بهش میدی میاری بالا. ببین دیگه به راست نمیاد، برمیگرده، یه پاندول ریز میزنه. ببین درست شد. اونجایی که ببخشید میگم به راست میاد، به چپ میاد. اونجایی که داره پشت میکنه، یعنی تمام این جمله‌هایی که گفتم به راست میاد اشتباه میگفتم، به چپ میاد یعنی اینکه شما بین دیواره داخلی و خارجی سر آنتنتو میاری بالا، برمیگرده به چپ. بستگی به اون زاویه‌ای داره که داری حرکت میکنی. یا باز میایم بالاتر. ببین اینجا باید یکم به سمت هدف بیاد. ببین کامل برمیگرده، کامل برمیگرده به جهت مخالف، چون ما روبروی هدف رو داریم رد میکنیم. ببین باز میایم اینجا یک کوچولو به چپ، دوباره کامل به راست برمیگرده. میایم بالاتر، یک کوچولو میاد به چپ، دوباره کامل اگه هدفمون درست باشه باید برگرد. خب برگشت. ببینید ما الان تنها جایی که پاندول گرفتیم اینجا بود، اگه اشتباه نکنم جایی که پاندول گرفتیم اینجا بود. ببین یه پاندول ریز ما اینجا داریم، میبینی؟ یه پاندول ریز داریم. این پاندول نشون میده که ما روبروی یه هدفی هستیم، حالا یا خود هدف اصلیه یا هدفیه که خودش رو شبیه طلا داره نشون میده. میخوایم دیوارش رو بگیریم. این روش هم یه روشیه که میتونین باهاش این کار رو انجام بدین. ببینید من مستقیم یه دسته پایین یه دسته بالا، آنتنم که ایستا کرد آروم آروم میرم به سمت اون نقطه‌ای که پاندول میزنم. ببین اینقدر آروم آروم میرم تا یه جا کاملا آنتن من برگشت. ببین کامل آنتن من برگشت. خب من اینجا رو برای خودم یه علامت میذارم. حالا میرم از ضلع مخالف. حداقل باید 15 متر 20 متر باید دور بشه از اون نقطه.
حرکاتم تو این فاصله زمانی باید خاموش بشه. خب حالا ما دوباره دستگاهی که خاموش کردیم دوباره روشن میکنیم، یه بار دیگه این کار انجام میدیم. ببین باز ما بین همون دوتا درخت اومد به ما واکنش داد. چون شیب داره من زیاد نتونستم دقیقا رو بروش بایستم. ببین دقیقا داره بهمون واکنش میده. من یه 90 درجه هم که برگردم از پشت سر خیلی راحت تر میتونی بفهمی. ببین آنتنم خیلی سنگین و سخت میخواد بره به راست بگرده. نگاه کن و باز بر میگرده رو همون نقطه آندور میزه. میبینی؟ درست شد. من دوباره مجدد همون کاری که اون زد کردم انجام میدم. یه دسته پایین یه دسته بالا. آنتنم وقتی ایستا وایستا به سمتش حرکت میکنم. یه نوع مختصاتیابیه. ما چندین و چند مدل مختصاتیابی داریم. یه نوعش این. ببین آروم آروم که دارم میرن یه جایی به من باید چپ کرد بده و اینجا اون همون جایی که من چپ کرد. خب اینجا رو علامت میزنم. خوشبختانه چون برگ زیاده وقتی لختش میکنی دیگه هیچ چیزی گمراهت نمیکنه. خب میخوام تست دیواره بگیرم. آنتن ها میارم بالا. آنتن من نه به چپ نه به راست به هیچ عنوان نباید واکنش بده. ایستا. خب متوجه میشم که چی؟ من این دیواره رو درست گرفتم. حالا میخوام برم ببینم با اون خط اولی که کشیدم چقدر فاصله داره. اینا همه تخمین داره. ببین 1 2 3 4 5 متر من اینجا دیواره دارم. منتها اپراتورایی که حرفه‌این با خودشون نگاه میکنن. من یه درخت قدیمی اینجا دارم، یه درخت جوان‌ترم اینجا دارم. ممکنه که کد کنگلومرا به هم جواب بده. پس میام چیکار میکنم؟ میام یه کار دیگه هم انجام میدم. هم کد کنگلومرا رو تست میکنم، هم میام دیواره هامو میسنجم. من چون از پایین پرتگاه دارم نمیتونم بیام، میام این کارو چیکار میکنم؟ دیگه حرکتی انجامش نمیدم. به پهلو مدل خرچنگ آروم آروم میام. الان میگم که سوال 99% اپراتورهای ما این بود که آقا تو سطح شیب دار ما چجوری ال ببندیم. خب این ال بستن حتما تو نباید به صورت ال بستن بیای مختصات یابی کنیم. خب میتونی از این فرمولی که من دارم بهت میگم به راحتی مختصات یابی تو انجام بدی. واقعا شیبش بدجوره. ببین یعنی یه شیبیه که تحت هیچ شرایط قابل کنترل نیست. خب من الان میام از اینجا ببین تخمین میزنم، چون دیوارم 5 متر بود فاصله اون دیوار با اون دیوار، میام تقریبا از اونجا میام اینجا رو در نظر میگیرم ببینم همون 5 متر در 5 متر رو به من میده یا نه. ببین دست آنتنم چرخید، البته دست رو خاموش شد یه لحظه. خب حالا من مجدد آنتنم میارم بالا، پسش میزنه بیرون. یعنی چی؟ یعنی که من داخل میدانم، باید بیام این برتر. دوباره میام کنارتر. یکی دیگه میگم ببین الان آنتن من ایستای کامل درست شد. این آنتن نه به چپ میره نه به راست. اینجا رو برای خودم یه علامت میذارم. فنا میره. اینم یه علامت من. خب من که اگه بخوام میره اینجوری شیبدار به صورت رمپ بخوام مت کنم خب طبعا بیشتر میشه. اینو من دیگه باید چشمی باید نگاه کنم ببینم آیا اون حدی که من دارم با این یکیه یا نه. اول باید دیواره اون برم من بگیرم و شاید مثلا اگه یه مربع 4x4 باشه من از 1 متر اول اومدم دیواره گرفتم، این بره من 3 متر مونده، شاید این 5 متر این بره کار من باشه. از اون زدم میام میگیرم. خب ببین ما یه دونه خط اینجا داشتیم، اینجا زلمون بود، یه دونه خط اونجا داشتیم، پس من باید برم از بالاتر شروع کنم بگیرم بیام.
فکر میکنم اینجا الان به من چپگرد بده اگه اشتباه نکنم. خب دستگاه رو بی زحمت روشن میکنی. ببین دقیقاً داره بهم چپگرد، چون حدسی که میزنم از فاصله ای که تو دیواره اولم داشتم خیلی بیشتر اومدم بالا. باز چپگرد میده. میام پایین‌تر یه کوچولو، ببین چقدر فرق میکنه. یه ذره دیگه میام پایین، اینجا ایستا میشه. خوب دقت کن، اینجا کاملا ایستاه. من اگه بیام اینجا ببین برمیگرده، درست شد؟ ولی اگه بیام اینجا بیستم چون دیوارمه، یه ذره بیام پایین تر، اینجا شد ایستا، میشه اینجا. خب حالا اون چوبی زنان بده. اسای موتا هم میتونیم استفاده کنیم بعضی وقتا. اینو بذاریم اینجا. این شد دیواره ما. دستگاه رو بی زحمت خاموش کن. خب حالا چشمی من از اونجا تا اینجا 5 متر داشتم. الان نگاه میکنم این شاخه‌ای که من اینجا گذاشتم، چوبی که اینجا گذاشتم، اگه هوایی بگیرم فکر میکنم 6 متر یا 7 متر بشه. یعنی دیواره من یا دیوارم رو اشتباه گرفتم یا اصلا اینجا هدف اصلی نیست. حالا چجوری میتونم بفهمم که اینجا من دیواره رو اشتباه گرفتم یا هدف اصلی نیست؟ حداقل ضربدری که آنتن باید داشته باشه تو طول این مسافتی که من دارم 3 در 3 حداقلشه. حالا من نگاه میکنم، من اینجا هر جایی که دو دست آنتنم به صورت موازی میارم بالا باید ضربدر بشه. ببین یا همون هماغوشی که خب اینجا ضربدر شد، درست شد؟ ما خطی که کشیدیم یکم اینجاست. دوباره میام اینجا مجدد دو دست آنتن رو میارم بالا. ببین اینجا ضربدر میشه، درست شد؟ میام پایین تر، اینجا میستم. دیگه ما از این خدایی بچه‌ها شیب بدتر نداریم. یعنی فکر میکنم 70 درجه شیب داشته باشه. دوباره میام بالا. ببین متوجه شدی چی شد؟ دیگه اینجا به من اون قیچیه رو نمیده، دیگه اون حالت ضرب دره رو نمیده. متوجه میشم که اینجا هدف اصلی من نیست و اینجا هیچ چیزی بجز رسوبات و ریشه 99% این دوتا درخت نبوده. به همین راحتی میتونی متوجه بشی که هدفه یا نه داره با کد میکنه سر کارش بکنه. حالا یه راه دیگه هم داره، راه دیگه هم اینه. همیشه خدا شما زمانی که تو محدوده دیواره داخلی دیواره درونی بیستی، تک دست آنتنت رو به شمال کشور نه ها، واسه اشغال میرین نه، رو به شمال کره زمین. یعنی شما رو به شمال خودمون رو در نظر بگیری، یه 10-20 درجه به سمت چپش گردش بکنی میشه شمال کره زمین. حالا ما دقیق میدونیم اینور شمال کره زمینه. دست راست تو وقتی یه دستتو میاری بالا سرت، آنتنت به محض اینکه شروع کرد به چپ گرد کردن، تو متوجه میشی که زیر پاد به هیچ عنوان چیزی با کد 55 وجود نداره. کد 55 نسبت تناسب داره 60 به 40 باید راستگرد کنه. یعنی اگه 10 دور کل تعداد گردشات باشه، 6 دور باید راست بچرخه، 4 دور به سمت چپ بچرخه، خلاف عقربه‌های ساعت. موفق باشید.